های برنامه اتوکد همراه هستیم. امروز میخوایم این 4 تا دستور قسمت مودیفای، موو، کپی، میرر و روتیت رو درس بدیم. امیدوارم مفید باشه. خب ابتدا از موو شروع میکنیم. موو همونطور که خود اتوکد تصویرش رو گذاشته دستوری برای جابجایی طرح‌ها و ترسیمات ما هستن. روش کلیک میکنم، میگه select object، یعنی ترسیمت رو انتخاب بکن، اون طرحی که داری. خب طرحمو انتخاب میکنم، اینتر رو فشار میدم، بعد میگه خب حالا از کدوم قسمتش من باید جابجا بکنم. خب من از این قسمت انتخاب میکنم. دستمو که حرکت بدم در هر کجای صفحه میتونه برای من اونو جابجا بکنه. میذارمش همینجا. یه مورد دیگه هم میتونیم کلمه ام رو تایپ کنیم، دستور موو رو برای ما میاره بالا. درست همون رو دوباره اینتر رو فشار میدم، طرحمو انتخاب میکنم، دوباره اینتر، بعد از یه جایی از اون طرح برای جابجاییش بر حسب اون نقطه انتخاب میکنم و طرحمو دوباره میتونم جابجا کنم. بعد از اون دستور کپی رو داریم. دستور کپی خب از اسمش مشخصه، یک طرحی رو مثلا 2 تا یا 3 تا تبدیلش میکنه، بیشترش میکنه. اینم دوباره این دستور موو، طرح ما انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم، میگه حالا از کجای طرحت من اونو برات کپی کنم، مثلا میگم از این قسمت. حالا برای من راحت طرحمو جابجا میکنم، طرحمو برام کپی میکنم و هر جای تصویرم که بخوام برام جابجاش میکنم. تا وقتی که اسکیپ که رو خود کیبورد هست و اینتر رو فشار ندیم، همینطور براتون کپی میکنه، یعنی هر جایی که من کلیک کنم برام اینطوری کپی میکنه. خب اسکیپ رو میزنم، اینجا زیاد شد. دستور بعدی دستور میرره. میرر چه کار میکنم؟ تصویرش هم نشان دادم، قرینه سازی انجام میدم. خب میام طرحمو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم، میگه از کجا باید قرینش کنم، میگم آقا از این نقطه به من قرینش کنم. دستمو که حرکت میدم بعد طبق اون نقطه میتونه برای من قرینش کنم. الان حتی میتونم زاویهش هم بزنم، زاویهش چند درجه باشه. همین. خوب اگه دستور یس الان برای من یس نو میاد، اگه یس رو بزنم یعنی اون طرح قبلیمو یا حذف بکن، اینی که قرینه شده رو برای من نگه. ولی اگه نبی اون نو بزنم قبلی رو نگه میداره، اینی هم که جدید قرینه کردیم اونم نگه میداره. حالا من نو میزنم، هر دو تاشو برای من نگه. بعد از اون دستور روتیت، اون میاد میچرخانه بهش قولی محوری. انتخاب میکنم، طرحمو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم، میگه حالا حول کدام نقطه برات بچرخانمش؟ این نقطه، این نقطه، این نقطه. میگم حول این نقطه به من بچرخونش. دستمو که حرکت میدم شروع میکنه به چرخش در حول همون نقطه. خب میگم همینقدر کافی. این 4 تا دستور تو پانل مودیفای هست. پانل مودیفای دستورات زیادی داره. مثلا اینجا یه تریم هم داره که میاد خطا رو باید قطع میکنه یا خطا رو وصل میکنه، اکستند، دستور اکستند. یه اریزر داره، پاک میکنه. و دستورات دیگه ای، یعنی اسکیل که مثلا چند برابرش میکنه. من اسکیل رو میزنم، طرحمو انتخاب میکنم، اینتر رو میزنم، حالا میگه چند برابرش کنم. هم میتونم عددش رو بزنم، هم میتونم یه نقطه رو انتخاب بکنم و دست رو بکشم عقب تا برای من 2 برابرش کنم. حالا من این نقطه انتخاب میکنم، میگه چند برابر میخوره، 1.5، 1.2، 1.9، 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر، همینطور. و طبق اون عددی که بهش میدم، حالا من میگم 2 برابرش. الان طرحمو 2 برابر به همین سادگی.